Assalomu alaykum hamdiyaroni aziz. A'zoyini guruhi Angor va bog' imroz 4 dekabr sol 2021 ما قرار داریم در باغ شفتالوزور در موضع 400 ناحیه دنقره. من همین شفتالو هستمش و ما اومدیم با همراهی قاسم برادر ما قاسم و میخوایم به شما بریدن شفتالو رو نشان دهیم. قاسم گپ زده برید. من ببینید من سر کرد بریدن شفتالو رو ببینید گوجه‌اش رو بریسود است. من همین شفتالو یک طرفی قاسم من همین شفتالو اول کنده هایی که در داخلش است بریده پرتاف دیدید. کنده هایی که در داخل همین بود یعنی که قسم موبایل رو کشوده کرد خالی کرد. من این ببینید چقدر کنده غوث رو بریده میپرتاید حاضر برای اون که سال در سالهای پیش البته سیستم کنترلش نیتو شدگی برای همین رو اثر استفاده کردن در خالاب آوردن در شنیدید گفته است که سالهای گذشته این رو نقض نبریده بودن برای هوای حاضر باید اینا اصلاح کرد. من یعنی که من دیدید کنده ها رو بریده پرتافته موبایل شفتالو رو کشوده کرد. اگه اسکندر اینجا بینید یک شاخ دو شاخ سه شاخ شاخ یا همش برای بیرون درست ولی این شاخ ها از طرف داخل اما وقتی که یا رو ابرسکه کردن مخچه‌ای که باید طرف بیرون بیایه ایره خطا کردن طرف داخل مونده طرف درونده. پس ما باید یا رو همش گیریم. همین دید همین مخچه رو طرف درون موندگی بودن سال گذشته طرف درون نوده ها سبزیش است. من در دیگر نوران گفتم که مخچه رو طرف بیرون میموند وقتی بریدم. من حاضر نوده های قسمی درون رو بریده میپرتاید فقط قسمی بیرون رو میموند. اسبابتون باید تیز باشد. اره تیز است؟ بله. اره نو است تیز است. من ببینید قسمی نوده هایی که درون است درون رو بریده میپرتاید. من ببینید خیلی درون شفتالو آفتاب گذار شد. دیدید درونش با قریب که نبوده نموند. ببینید این شاخ در مابین این شاخ ها سایه‌شان بسری در شاخ های دیگر میاد. میوه درخت ها سبز میاد کم رنگ میاد گویا بی رنگ میاد. بلندتر گپ زنید. برای همین ما این شاخ ایبین باید بردارید. من همین شاخی که در بالای یکدیگرش آمده است برداشت با مقصد آنکه سویا نتیاد با این دیگر نهاد چون که اگر سویا تیاد میوهش رنگش نقض نمیبیاید صفتش خوب نمیشود. برای همین من برداشت ببینید موبایل شفتالو خوب خالی شد. موبایل شفتالو رو خوب خالی کرد. من اینقدر نهاد رو برید ببینید اینقدر نهادهای کلان رو برید. انا حاضر باز دوام میتیم به شکل رو حاضر یک با اعضای گروه یک چیز دیگر یادآور میشویم که وقتی که ما برای ابریسکه درخت ها سر میکنیم ابتدا 3 کروگ ما باید گرد درخت تا بخوریم. در یکم کروگی که ما تا میخوریم باید درخت های شاخچه های خشکیده باید برداریم. در کروگ دوم شاخهایی که کسلی هست باید برداریم. در کروگ سوم آن درختانی که شاخچه هایی که با طور نادرست در بین درخت ها هست یا رو ما برداریم. و یک چیز دیگه هم باید گفت که در ابتدایی که ما ابریسکه را سر میکنیم اول کار اره را بود میکنیم شاخهایی که باره کردن هست و یاره میکنیم. بعد وای کار قیچینی کلان میکنیم و بعد از اون میمونیم کار قیچینی مایده. حالا ما کار اره را همه را بود کردیم دیگه اره با ما نیاز نیست. ما هر خود در جایگاه خودش موندیم. حالا کاری را بود کردیم بعد با کار این سر میکنیم. خدا خواهد ما باید موبایل شفتالو را مکمل خالی کنیم. شاخی که از طرف داخل درون بودگی را همه را برداریم. کلا بلند گپ زنید. این شاخ ها همش برای برداشتن هست. همه را ما باید برداریم.
این شاخه همش از طرف داخل بودگی این برای ما منفعتی نداره. ما همه رو میگیریم. محترم اعضایان گروه یادآور میشم که شما وکی منه ابریسکا رو حاضر متخصص کرده است. قاسم متخصصی نهال پروری است و نهال های خودش رو پیشنهاد میکند در حدود جمهوری تاجیکستان برای بنیاد نمودن باغ های اینتنسیوی. این شفتالو اینتنسیوی نیست، لیکن ابریسکاش رو به ما نشان داده است که چه ابریسکا کردن در کار. تماشا کرده خودتون منطقاً خلاصه برآوری کنید. با اعضایان گروه ما گفتنی دیگر داریم، اون اینه که وقتی ما ابریسکا را از این تریتوری این درخت‌ها خلاص تمام کردیم، میایم به شاخه‌هایی که از سال گذشته از اینجا ابریسکا شده و این شاخه‌های یک ساله هست. نودهای تازه که سال گذشته بعد از ابریسکا سر شده اینها هست. و حالا ما میایم در این تریتوری که از موبایل کارش بود کردیم، میایم به این طرف و اینجا که آمدیم ما یک چیزی دیگر برایشان یادآور میشیم. این شاخه‌هایی که اینجا میبینید از سالهای پیش یا به میوه هست و اون شاخه‌هایی را که ما اینا را که بریدیم یا دوستان یگان این میوه ندارد یا همش واترشید هست، شاخه‌های میوهگی نیست. پس ما میایم به میوه. امسال ما باید قسم ابریسکا کنیم که از سال پیش انشالله میوه داشته باشیم و ضرر به صاحب باغ نه، منفعت برای باغدار برسانیم. ما با اینجا آمدیم و حالا دیدیم این در این شاخ، این شاخچه این طرف شاخچه میوهگیر و این شاخچه هم اینجا میوهگیر و این شاخچه هم اینجا میوهگیر، یا هر کدامش اگر میوه میگیره در ساحه خودش میویه، با همدیگر لیزید نمیکنه، کاری به همدیگر نداره. پس ما چیکار میکنیم؟ ما از این تریتوری ایرا میبریم دوستان. بعضایان گروه گفتنی ایه که اینجا ما وقتی که ایرا با این سیستم که میبریم، البته اینجا هم آفتاب رس است و هم آب اینجا جمع نمیشد و سبب امراضهای فنگسی فیچیساید نمیشد یا همش تازه میباشد. یعنی گفتنی از قاسم که ما وقتی که بریدیم انم خیلی کنج، انم خیلی نشوی کرده میبریم، انم خیلی یابره کرده میبریم که اینجا وای نیستد، آب نیستد و نپوسد و با کسلی دچار نشود. من ببینید دوامی بریدنی شفتال رو ببینید. من او موبایل به یک تا غوصش زیادی که بوده است برای تونو کردن برید. من ببینید قسمی درون بودگیشو بریده شده است. دیدید من اوای یک ساله هاشو من انقدر کلته کردم اون که این سال و سال دیگر میوه دهند. من جایی که کسل است، جایی که شکستگی است و رو حتما ما بریده میپرتیم. حاضر در آخر با من نشون میدم شفتالو چه خیلی بود و چه خیلی شد. من مثال میگیرم شفتالو انا همین خیلی بود، عیناً همین خیلی بود. انا حاضر دیگر شکل گرفته شده است. این شاخه همه شاخه با خشک زده سال پیش هست. شاخه شکستگی رو همشو بریده شده است. دیدید هیچ منفعتی نداره. شاخه قسمی درونیش هم بریده شده است. ما یاره میبرداریم همشه. شاخه‌ای که به قسم بیرون رفته است و ایران کوتاه کرده شده است. بعضیان گروه گفتن هستیم این مخچه‌هایی که هستن مخچه‌های میوه دهنده اساسی همینا هستن
و اینها هستند. این شاخه‌های میوه دهنده هست و این شاخه‌ای که ما از بالا برداشتیم، از بالای اینها برداشتیم و کدام یا میوه دهنده نبود برای ما. من اینجا شکستگی است. اوید این شکستگی چی میگوید من این شکستگی این طرف شاخ بیرونی دارد، این دو شاخ دیگر هم دارد. این لازم نیست، این ما باید از اینجا میگیریم. من خودش تازه این شاخی درون بودگی با ما منفعتی نداره، میوه ندارد، میگیریمش. این شاخ دیدید هم میوه دارد هم نیتا سبزیدگی. این طرف همه شاخ ها اگر این را ما بگذاریم هم خیلی میوه بالای همه یا میرسه، ما باید اینجا گیریم. نه شاخی که درون درآمدگی بود و بالای دیگرش حلال میرسوند گرفتیم. من یک تا شاخ مونده در همین درون، برای که جایی که شدیده یک تا شاخ مونده، دیگر همیشه که بریده پرتافت. قسم پایون رفتگی ها شروع بینید. این شاخ اینجا که ما میگیریم بالای شاخ ها همه بالا شده است، این ضرر دارد. اینجا ببینید اعضایان گروه این هم اشاره کنیم که این شاخ یک دو سه، این دو شاخ به ترتیب اینجا همش هم میگیریم، سایه بالای همه اون میونه. مادا حاضر ما قیچین کلون هم بود کردیم، میاییم با قیچین های میده و نوکایی را کم کم برای که میگیریم که مخچه های گلمون با برگ آلیش نشوه، بلنگ بزنید، باید با گل آلیش شوه. وقتی ما داخل درخت میدرویم احتیاط میکنیم که شاخهایی که میوهگیر هست او رو نشکنیم. محترم اعضایان گروه، اهمیت دید که من همین قیچی هر یک نوده چرکای مایده پتیخکای این بریده پرتاب شده است و نوده های درگیر گروه را نوکش رو کلته کرده شده است. این هم اهمیت دید. این سال آینده با نوده های نو کرده می رود، سال آینده با هم خیلی می بریم. این بریدن رو بینید که ما دلمون نسوخته بیرحمانه برید، بیرحمون رحم نکرده برید. اگر با درخت رحم کنید، اگر درخت با شما رحم نمی کند و غفص شده برآمده می رود و میوه نمی کند و فقط هیزم میتید. تمام کردید؟ حالا ما تمام کردیم. مرحمت من دوستان اعضای گروه ما میتواند ببیند. من حاضر ما تمام کرده میگوید برادر ما قاسم، من تماشا کنید، من از دور من میبینم، یک مرتبه دیگه شهر میدیم، من موبایلش نشون میدم. من کنده هایی که بولو رفتگی بود و موبایل رفتگی بود و جنگل بود، من همه رو بریده، نوده های کلون کلون رو بریده پرتوف. البته از ما با خود کراسکه نداریم. اگر ما همین بولوی همین رو اگر انا همین جره کراسکه مسئله نشکیم با بهتر میشد، برای که هر خیل کسالی ها نمیدارد. موبایل که کشوده شد بینید من گرد با گرد کاس شکل کرد و با قسم بیرون روانه کرد نوده ها رو. موبایل آفتاب میدارد و این شفتالو میبندد و بسیار صفت خوب شفتالو میدهد. من چی نمود بودنش رو نمیدونم. این باغ در دنگره واقع است. ما این باغ رو همین قاسم که بنیاد کرده است خودش میداند، من نمیدونم. انا بینید این چه خیل بود، حاضر پیش از بریدن همین خیل بوده. من اینش رو بینید، من اینش رو هم همین خیل باید که از موبایل
қисми зиёдашро гирифта баъд калта карда партоем. Мана бинед аз рӯи замин вақте ки формировкаро сар кардаанд 50 сантиметр 30 сантиметр рӯи 50 сантиметр монда якум сол бурида буданд ки шафтолу аз рӯи замин формировка ёбад. 71 метр намондан 2 метр намондану мана бинед калта карда мана сол якум бинед аз рӯи замин чӣ қадар калта кардаганд. 40 сантиметр ҳаст аз рӯи замин кундаи асосияш ва баъд мебурояд анамхел ҳар сол анамхеле ки буридед шафтолуро шумо ҷавон карда меистед. ҳозир мо боз ягон дарахти дигарро бурида бод давоми барномаамро нишон медиҳем. мана ми шафтолузор ҳамаш дар ноҳияи Данғара шафтолузор заминҳои бехорхобидаро ҳамаро боғ кардаганд. бисёр ба манфиат. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангуру ва боғ бошед. обуна шавед, подписка шавед. мин баъд боз наворҳои беҳтарин ба шумо пешниҳод менамоем.